خود رژیم شاه و هر کسی که فوق لیسانس میخوند اون زمان ماهیانه 700 فرانک فرانسه میداد. 700 فرانک فرانسه پولی کمی نبود. یعنی من و خانمم دوتای 1400 فرانک فرانسه میگرفتیم و تمام مخالفینش سوبسید میداد، به مخالفینش هم میداد. رفت آمد ما هم مثلا برای فرانسه بلیط هواپیما برای دولتی ها، برای کارمندان دولت 40% تخفیف میدادن، برای دانشجوها 60% تخفیف، یعنی با 40% قیمت ما میرفتیم هواپیما گرفتیم. موقع مسئله ویزا و اینام که نبود، اصلا نبود. مثلا بعد فرانسه رفتم اصلا ویزا نگرفتم، من با پاسپورت ایرانی مثلا نمیدونستم ویزا چیه. ویزا سفارت فرانسه از ما نرفت. ما هم سوار هواپیما شدیم رفتیم فرانسه، پیاده شدیم. بعد اونجا دوستانی داشتن گفتم برید به دانشگاه ثبت نام بکنید. دانشگاه ثبت نام کردیم. بعد از 3 ماه باید اون گواهی دانشجویی رو می‌بردیم پلیس که به ما اجازه اقامت میداد. 3 ماه اول رو با پاسپورت میشد موند. نرخ ارز خیلی پایین بود دیگه. اون اواخر کارمندای دولت حتی در حد مثلا معلمای دبیرستان تعطیلاتشون رو می‌رفتن اروپا 2 هفته 3 هفته. آره، یعنی درآمدشون با اون نرخ ارز اجازه میداد این کارو بکنن.